بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا فیلمی براتون گذاشتیم از نحوه تعمیر و تمیزکاری این قفل درب پژو و اینکه برای جا انداختن فنرهاش ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم. الان میخوام در تکمیل فیلم قبلی بگیم که علاوه بر این که ما میتونیم این یک فنر رو از بیرون جا بزنیم، حتی این دو تا فنر رو هم میشه به نحو راحت از بیرون جا بزنیم. این قسمت فنر رو که میبینید یه قسمت حالت المانند داره و یه قسمت صافی، که قسمت المانند این فنر هم دقیقا همینطوریه، مثل فنر اینجا هست و قسمت المانند رو باید در اینجا جا بزنیم. خود فنر داخل میره و با یک انبردست این رو سر جای خودش توی این قسمت جا میزنیم و قفل ما به راحتی عمل میکنه. این رو گفتم در تکمیل فیلم قبلی که اگر شما نتونستین از داخل این دو تا فنر رو جا بزنید، از بیرون هم به راحتی فنرها جا میخوره. انشالله که مفید باشه. خدا یار و نگهدارتون.